مرحمت استاد، به اندیشه شما امروز مطبوعات تاجیک نقش خودش را در جامعه اجرا میکند؟ میکند و اونقدر هم نه. در گازت ها صحیفه تنقیدی جدا کم اگر باشدم اون را تفتیش نمیکنند. یک کمبودی بزرگ است. پیش تفتیش میکردند، خلاصه میبراوردند، هوا یکی مقاله میبرد تنقیدی. این روزها در عموم اهل مطبوعات با پرگی یا اینکه عموما از وظیفه خود، یعنی از عهده برای ماندن خود، همچون اهل ادب، اهل راهنما هم گوییم، از عهده وظیفه خود برآمده ایستادند. شاید اجرا کرده باشد، نه تا اندازه اجرا کرده مگر درست است. لیکن شما خودتون ببینید جامعه امروزی تاجیک چه خیلی با نسبت مطبوعات ها محدودیت ها چی میگذارن که همین چیره، همین آزادی سخن بیان کردن به ژورنالیست ها به امکانیت نیست که همه پرابلم های جامعه امروزی تاجیک بردارن و بررسی کنند. مرحمت استاد، به اندیشه شما مطبوعات تاجیک امروز نقش خودش در جامعه به انجام میرساند، اجرا میکند؟ تشکر. سرول ما همه قلمکشان تاجیکستان را با این روز مبارک تبریک میگویم و باید بگویم که مطبوعات در همه دور زمان ها رسالت خود را دارد و حتما که اجرا میکند. باید خواهد نمود که در مقایسه تحلیلی با دیگر کشورهای آسیا مرکزی، طوری که خود رسانه‌های خبری و همان بعضی از مرکزهای تحلیلی که درباره مطبوعات نظر خود را بیان می‌دارند، امروز مطبوعات تاجیک با آن آزادی که برای یعنی مطبوعاتچیان و روزنامه‌نگاران وجود دارد بیشتر است و در مقایسه با دیگر کشورهای آسیا مرکزی میتوان بیان داشت که نقش و جایگاه وسایل اخبار عامه مخصوصا سامانه‌های اینترنتی و روزنامه‌های غیر حکومتی خیلی زیاد است. همین نقشش و وسایل اخبار و عموما مطبوعات تاجیک در شرایط کنونی اجرا میکند به اندیشه شما همچون یک واسطه اخبار؟ میدونید من که از مضافات هستم، همین چیز اندکک برای من درد آور است که مردم اهل قلم زحمتی خیلی زیاد میکشند. متاسفانه با منطقه های دوردستری جمهوری مخصوصا منطقه کوهستان مطبوعات دیرتر میرسد یا کمتر میرسد یا قریب که نمیرسد. این گپ رو من دانسته گفته استادم، چرا که طریق هم وظیفه خود، طریق هم شغل خود بیشتر من در منطقه های کوهستان میگردم. متاسفانه کمتر دسترس میشود. بسیار خوب می بود که و همین خیلی خواهش هم داشتم که اگر با اصطلاح پوچتا اگر خدمتی بیشتر میکرد، خدمتی خوبتر میکرد. مرحبا دوستان، به اندیشه شخصی شما مطبوعات این روزه تاجیک نقش خودش، رسالت اصلی خودش در نزد جامعه به انجام میرساند؟ مطبوعات امروز تاجیک به اصطلاح که مطبوعات آزادش یکم رشد کرده است، یکم نسبت مطبوعات دولتی یعنی که رسانه‌هایی که حکومتی هستند فرق میکند. مثلا مطبوعاتی اگر خصوصی را بگیریم، اون گازت و بعضا سایت‌های اینترنتی و بعضا مثلا روزنامه و مجله‌هایی که هست، چه گم رسالت خودشون رو ادا میکنن یا نمیکنن، این وظیفه ژورنالیست اصلا برداشتن پرابلم است و این چیز رو در مثلا مطبوعات خصوصی دیده میشود این نکته. و نمیدونم ژورنالیستان پیشنهاد میکنن پرابلم رو جامعه حل میکنن که از جانب حکومت حل کرده میشود نمیشود، اینش نمیدونم، ولی من از مطبوعات خصوصی راضی هستم.